برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوندی بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. السلام علیکم تماشابینان عزیز و گرامی، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. شوکتی محمد با شما هستم و امروز درباره رشوه و پاره‌خوری گپ میزنیم. مشکلات روسافزون تاجیکستان اگر پیش از همه به حکومت دیکتاتوری، خودکامه، خانوادگی و دزد بستگی دارد، سهم خود مردم در بیشتر شدن مشکلات و رو به تنزل آوردن کشور و جامعه کمتر نیست. زمان فرا رسیده است که به این طرف مسئله هم توجه شود. تماشابینان عزیز، امروز در همین باره صحبت میکنیم. در همین باره که نه فقط حکومت به این باطلاق غوطه خورده است، برابر حکومت مردم، جامعه به این بی‌پروایی ظاهر میکنند، حتی هرچی چقرتر برای غوطیدن حکومت کمک میکنند. ما در این باره در موضوع امروزه، در برنامه امروزه صحبت میکنیم. شما تماشابینان عزیز تگمه لایک را پخش کنید، تگمه زنگوله را پخش کنید. اگر به شبکه یوتیوبی پیام تیوی بار اول وارد شده اید یا اینکه برنامه های ما را بدون آبونه شدن به شبکه یوتیوبی پیام تیوی تماشا میکنید، خواهش میکنم به کانال یوتیوبی ما آبونه شوید. حالا ما باشیم با میل تمام برنامه را پیشکش شما میکنیم. تماشابینان عزیز، زمان فرا رسیده است که به همین مسئله رشوه، پاره‌دهی، پاره‌خوری توجه جدی ظاهر شود. انیقترش این زمان کیها فرا رسیده بود، کیها، اما هیچ حزب و گروه یا رسانه از جمله ما و مرکزهای تحلیلی و کارشناسان توجهی درخور به آن ظاهر نمی کردند. در 7 سال فعالیت پایگاه خبری و تحلیلی پیام تیوی بیشتری جنایت های رژیم دیکتاتوری را افشا کرد. عملکردهایش را به رشته تحلیل کشید و پیشبینی و پیشنهادهای هم ارائه کرد. تماشابینان عزیز، حالا ما تصمیم گرفتیم به سهم مردم در مشکلات نیز پردازیم و دست به ریشه شناسی این مشکلات زنیم. امیدواریم کارشناسان، مرکزهای تحلیلی و رسانه‌های دیگر نیز به این مسائل توجه میکنند تا زمینه پیدا کردن راه حل‌ها و تصمیم گیری‌های دست جمعی مهیا شود. ما مطمئنیم با پرداختن به این مسائل می شود در کوتاه مدت واکنشی منفی و در میان مدت انگیزه مبارزه دست جمعی به این پدیده ها را در جامعه به وجود آورد. هیچ ملتی که در آن فساد مالی اداری، رشوه‌خواری سراسری، دزدی و غارت اموال دولتی و مال مردم، فروش غیرقانونی زمین، شخص پرستی، فساد اخلاقی و غیره و هاکذا رواج یافته، بدون دست کشیدن از این پدیده ها و مبارزه با آنها به پیروزی و موفقیت و پیشرفت دست نیافته است. و هیچ مبارزه با این گونه پدیده ها بدون شرکت رسانه ها، حزب، گروه ها، کارشناسان و فعالان و دانشمندان نه تنها پیروز بلکه حتی شروع نشده است. تماشابینان عزیز گرامی، حالا دقت دهید. ما تصمیم گرفتیم که به هر مشکل در علاهیدگی بپردازیم و با جلب کارشناسان و دانشمندان ریشه شناسی کنیم. موضوع امروزه ما رشوه است. رشوه، چنانه که در اول برنامه گفتم. حالا بیایید در این باره
بیشتر گفته میگذاریم. رشوه از قبیحترین عملهایی است که هم شریعت و هم قانونهای دنیوی در بیشتر کشورهای جهان آن را شدیداً محکوم و به مبارزه به امان علیهش دعوت می کند. اما این عمل قبیح گناه کبیره و جنایت سنگین که در برخی از کشورها به عاملش حکم قتل پیش بینی شده است، در تاجیکستان به یک کاری معمولی، هر روزه و حتی گاه ضروری تبدیل شده است و در بدی این عمل بدبینی مردم هم نسبت همین عمل قریب که از بین رفته است. قریب که هیچ کاری بدون رشوه اجرا نمی شود. مردم مجبور است که رشوه بدهد، پاره بدهد و آهسته آهسته تن و جسم جان مردم به پاره دادن و به رشوه دادن عادت کرده است و بدی این کار را قریب که مردم از یادش برآورده است که این عمل بد است. وجود رشوه در شکل دهشتناکی که در کشور مشاهده می‌کنیم تمام جنبه‌های حیات امروزه مردم تاجیکستان را فرا گرفته، همه افکار سالم را آلوده حرام و بیناموسی و بی‌غیرتی نموده، ریشه‌های علمی، فرهنگی، دینی و حتی گنفاند سالم مردم را فلج و از بین برده ایستاده است. امکان ندارد با ریشه‌های ناسالم درخت سالم داشته باشیم. امکان ندارد با مغز و خون با غذای از راه ناسالم به دست آمده و ترکیب یافته افکار سالم داشته باشیم. امکان ندارد با افکار ناسالم خودمان را، جامعه و خدا را درست بشناسیم و مسئولیتمان را در نزد جامعه و در نزد خداوند صحیح درک و سالم انجام دهیم. حالا ما در این باره نظر کارشناس مسائل دینی اسلام الدین سیدوف را پرسیدیم. اسلام الدین سیدوف میگوید رشوه یکی از خطرها و آفتهای اجتماعی بوده. در صورت فراگیر شدن آن و تبدیل به عادت شدنش در جامعه که نظم آن جامعه را برهم میزند، مؤسسه ها را منحرف و شایسته سالاری را از بین میبرد، ضعیفان و بیچارگان را ضعیفتر و بیچاره‌تر و ظالمان و کسانی که ثروت مردم را به ناحق در اختیار دارند قوی‌تر و ثروتمندتر میکند. به نام خداوند بخشنده مهربان. دین مبین اسلام رشوه ستانی را شدیداً محکوم میکند و رشوه در تعلیمات اسلامی یکی از گناهان کبیره به شمار می رود و نفرانی را که دست به این عمل زشت می زنند مورد نفرین و لعنت خداوند متعال قرار می دهد. چون وقتی این عمل زشت در جامعه ها رواج پیدا می کند و فراگیر می شود، نظم و نظام اون جامعه ها را برهم می زند، مؤسسه های اون جامعه ها را منحرف می سازد و شایسته سالاری را از بین می برد. از جانب دیگر یکی از مقاصد مهم دین مبین اسلام این تعاون و همکاری و دست کمک درست کردن در کارهای خیر به همدیگر است و در صورت وجود رشوه و رشوه ستانی در جامعه این مقصد مهم دین اسلام دیگر معنای خود را گم می‌کند. خداوند متعال در سوره بقره آیت 188 مؤمنین را از این عمل زشت باز می‌دارد و این عمل زشت را و نفرانی را که دست به این عمل زشت می‌زنند نکوهش می‌کند. و حدیثی داریم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که می‌فرماید لعنت خدا، نفرین خدا بر رشوه دهنده، رشوه گیرنده و نفری که بین این دو نفر واسطه می‌شود در این عمل زشت. و در حدیث دیگر داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر شخصی که جسم و بدن او از مال حرام تغذیه می‌شود،
این نفر داخل جنت نمی شود و این چنین بدن و این چنین جسم شایسته آتش دوزخ است. چون وقتی که رشوه‌ستانی در جامعه ها رواج پیدا میکند، اون نفر، اون رشوه‌ستان و اون جامعه از رحمت خدا، از لطف و مرحمت خدا محروم می شود. اینجاست که دیگر فقر به سراغ این جامعه می آید، کم رزقی به سراغ اون جامعه می آید و اون جامعه گرفتار بدبختی های زیادی می شود. و راهی پیشگیری از این مصیبت، از این بدبختی اگر در افرادی معین باشد، مردم عادی باشد، که اون دیگر خیلی آسان است. ولی در صورتی که این حاکمان و رهبران و نفران کلیدی در اون جامعه دست به این عمل میزنند و راه را برای همگانی شدن این مشکل باز میکنند، دیگر تعلیمات اسلامی برخورد جدی با اینها میکند و یگانه راه به استعفا فرستادن این نمود رهبران و این نمود منصبداران و این نمود حکومت ها را میداند. همینجاست که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرماید هر حاکم رشوه میگیرد او فوراً باید برکنار شود. اگر برکنار نشد، دیگه هر قرار و هر حکمی که اون صادر میکند اون اساس واقعی و اساس شرعی ندارد. در همه جهان حداقل در کشورهای متمدن برای رسیدن به قدرت چند مرحله را طی میکنند. شروع از آموزش و کوشش های پیوسته تا مبارزه با رقابت سازنده. یعنی هر کسی میخواهد به قدرت برسد باید درس خوانده تر، پرتلاشتر، زنده تر و پویاتر از دیگران باشد. خستگی را نشناسد و آمادگی تلاش 10 ساله ها برای رسیدن به هدف را در خود تشکل دهد. گذشته از این، در اثنای این رقابت سازنده نه تنها خود رقیبان سیاسی بلکه کشور و جامعه رشد میکند. مبارزه های سیاسی در کشورهای دموکراتیک و آزاد یکی از عامل‌های رشد و پیشرفت محسوب می شوند. در تاجیکستان چه؟ در تاجیکستان این راه، یعنی راه رسیدن به قدرت، به استثنای قدرت اساسی که از جانب یک عائله منپولی شده است، بسیار کوتاه و با سرعت می باشد. تنها داشتن مبلغ کافی است که شما دلخواه منصب در کشور را بخرید، سر از رئیس جماعت و ناحیه، ناظر منطقوی، مأمور انداز و گمرک و غیره تا وزیر شدن و سروزیر شدن. حتی داشتن دانش و اختصاص شرط نیست، لازم نیست. پول داشته باشی، علاقه را با شخص اول کشور برقرار کنی، گفت و شنید کنی، نرخ منصبت را معین کنی، تمام، تو منصب دار. حالا ببینید، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و اجتماعی مهمانشاه شریفوف در این باره یک حرف‌های طلایی نوشته است. مهمانشاه شریفوف میگوید این حکومت در ناحیه‌های مرکزی و مرزی تاجیکستان پیش از همه به ساختن بناهای امنیت، پلیس و سودها مشغولند تا مردم را خوبتر اداره کرده باشند و تا نمایندگان حزب‌های مخالف و جوانمردان صاحب فکر را از بین ببرند. این حکومت در ناحیه‌های مرکزی و مرزی تاجیکستان پیش از همه به ساختن بناهای امنیت، پلیس و سودها مشغولند تا مردم را خوبتر اداره کرده باشند و تا نمایندگان حزب‌های مخالف و جوانمردان صاحب فکر را از بین ببرند و به رهبری نهادهای قدرتی ناحیه‌ها، شهر و ولایت‌ها اصلاً نمایندگان محلی خود، مضافات خود و صادق به خود را تعیین می‌کنند و این صداقت را با پول و رشوه مستحکم می‌کنند. رشوه دادن و گرفتن راه جانناک کردن زینه‌های نوکری است که زمانه در امارت بخارا عمل می‌کرد. در این زینه‌های نوکری عملداران بعد وظیفه را خریدن سرمایه‌ای برای وظیفه صرف کردهشان را جمع می‌کنند و اینچنین حصه بالا را هم می‌فرستند. حکومت در مضافات‌ها و محل‌ها
چون در پایتخت به جای ملی شدن دارد محلی مضافاتی می شود. بله، فرهنگ محلی مضافاتی را به جای فرهنگ ملی جهانی نهادینه کرده اند که در ناحیه ها به خصوص فرهنگ فساد، دزدی و دروغ را مردم نمی توانند قبول کردن و دیگر خصوصیت معین کننده ناموفق بودن این حکومت همین فرهنگ محلی را جایگزین فرهنگ ملی کردن آن است و آن هم نه فرهنگ تازه مضافاتی بلکه فرهنگ فساد و دزدی از حاشیه برخاسته. حالا ببینید تماشابینان عزیز، راه رسیدن به ثروت هم در جهان به خصوص کشورهای متمدن از تاجیکستان فرق میکند. در کشورهای متمدن برای دست یافتن به ثروت صرفه‌کاری، کوشش، آموزش، قابلیت سرمایه گذاری و تجارت، خستگی ناپذیری، دانستن قانونهای بیزنس و پول و دیگر قانونهای همیشگی تجارت ضرورند. و برای حفظ ثروت و بیزنس سر کسی درد نمی کند. برای چی؟ برای آنکه دولت و قانونهای آن است که این وظیفه را به دوش دارد. یعنی تجارت مال و ملک مردم را حفظ میکند. در تاجیکستان ما چی؟ در تاجیکستان راه رسیدن به ثروت تنها یک تا است. این هم باشد به دست آوردن قدرت. تنها افرادی که به قدرت رسیدند امکان حق داشتن ثروت، بیزنس موفق و کفالت حفظ آن را دارند. کسی قدرت ندارد، حق داشتن اینها را ندارد. اگر ثروت جمع کرد، غارتش میکنند. اگر بیزنسش موفق شد، غصبش میکنند، زده کشیده میگیرند. همین روند باعث شده است تنها افراد فسادکار، دوست، به انصاف و خائن که آماده اند برای مبلغ دلخواه مقدسات کشور و وطن را فروشند به قدرت و ثروت رسند و حق تصمیم گیری برای همه جنبه های حیات کشور به اختیار همین ها داده شده است. کل ثروت و ملت در دستشان قرار گرفته است. پس تماشابینان عزیز، یگانه راه کوتاه کردن دست آنها و به ملت برگردانیدن کشور و بایگری هایش و حق اداره آن مبارزه های به امان و سراسری با رشوه است. مبارزه های به امان و سراسری با رشوه است. هر یک نفر ملت باید بداند که با رشوه حتما باید مبارزه برد. تماشابینان عزیز، برنامه امروز را شما می توانید چون مقدمه در موضوع رشوه و رشوه‌خواری در تاجیکستان قبول کنید. در برنامه‌های آینده ما به بحث مفصل‌تر در این باره خواهیم پرداخت. حتما شما ما را پیگیری کنید. این بود برنامه امروزه دیدگاه. تماشابینان عزیز، خواهش میکنم برنامه‌های دیگری ما را پیگیری کنید و با ما باشید. موفق و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.